عیسی سوار قایق بی وولان دریاچه و شهر خوش رد. او سه چند نفر پیا فلجی که ری نالی هفتیینه به ته او آوردن. عیسی وقت ایمان ونون دی به پیا فلج گفت دل داشت و روله گنایات آمرزیه بی. دی موقع قرید معلمی ها تورات و ته خوش و گوتن ای پیا کفر موه. عیسی که دونست و چه فکر میکن و شو گوت سی چه ده دلتو گن فکر میکید؟ گوتن کم یک آسوتره، یک گنایات آمرزیه بی یا یک وری و رر. اما سی یک دونسویت که کر انسان که منم وری زمی اقتدار داره گنایان ببخشه و پیا فلج گوت وری جلجات وردارو و هنر رو. او پیا ورسا و هنر رد. وقتی مردم ین دیین زرطلاق بیین و خدان جلال دن که چنی اقتداری و انسان بخشیه. هد او حال که عیسی ای حرفیان سیونو میگود یکی ده سرپرستی ها کنیسه و ته عیسی اوما و ده ورش زونی زاو گود دخترم حیث مرد و ای حال خواهش میکن بیا و دست خود ری او بنی که او زن نموه. عیسی ورسا و همراه شاگردی ها خوش و او رد. ده او موقع زنی که 12 سال ده خیریزی رنج مرد ده پشت سر به عیسی نزدیک بی و لور ردا اون لمس کرد. او با خوش گفت ار حتی و رداش دست بزنم شفا پیا میکن. عیسی ورگشت اون دیو گفت دخترم دل داشتو ایمونت تونه شفا دیه. ده او ساعت زر شفا گرد. وقتی عیسی وارد هونه او سرپرست کنیسه بی مورهنیا و کسانی ندی که ویوه میکردن گفت رویت و در دختر نمرده بلکه هاد خو اما ونو و او خنسن. وقتی مردم کردن و در عیسی رت وامه و دست دختر نگرت و او دختر برسا. خبر ای اتفاق ده سرتاسر او ولاد پیچست. وقتی که عیسی او مکان ترک میکرد دو پیا کور
ده دیوم او راتن میقارنن ای کر داوود نبی و اما رام کو. وقتی وارد هونبی او دو پیا و تی او امان. عیسی ده اونو پرسی آیا ایمو دارید که من میتونم ای کارن انجام بهم؟ جودن بله آقا. موسه عیسی چشیاشون لمس کرد و گفت طبق ایمون تو سی تو انجام بوه. موسه چشیا اونو واز بی. با تأکید و شوگوت حواس تو بوه کس دی جریان و خبر نوه. اما ونو راتن و در و گرد او ولاتن دوباره ای کار عیسی پر کردن. هید او حال که عیسی و شاگردیاش می راتن و در پیا دیو زین که لالبی و ته عیسی اووردن. وقتی عیسی دیونه ده او و در کرد زون او پیا لال واز بی. مردم شگفزیه می گوتن چنی چی هرگز ده اسرائیل دیگه نویه.